به نام خدا. ویدیو شماره 7 نقشه‌خوانی ساختمان رو در خدمتون هستیم. به ادامه آرماتور بندی فونداسیون در این ویدیو میپردازیم. خب ما در ویدیو شماره 6 اومدیم در مورد آرماتورهای شبکه پایین و بالا صحبت کردیم و گفتیم که اینها حداقل آرماتورهایی هست که ما میتونیم توی نقشه های فونداسیون ببینیم و میلگردها و آرماتورهای بیشتری هم ممکنه که در نقشه وجود داشته باشه. نقشه ای که ما داریم روش بررسی میکنیم Foundation Added Bar Reinforcement Plan هست. Added Bar یعنی میلگردهای اضافه شده یا همون میلگردهای تقویتی هست. میلگردهای تقویتی چون در برخی نواحی هستن معمولا در یک نقشه نشون داده میشه و کنارش عنوان میشه که در شبکه تاپ ما قرار میگیره یا در شبکه باتم ما. سیکشن دی رو با هم میایم بررسی میکنیم. خب ببینید تو این بخش چیزی که ما به صورت تقویتی داریم میبینیم این میلگرد هست. اینجا برخلاف آرماتورهای شبکه پایین و بالا نوع فرمتش اومده متفاوت نوشته. تعدادش اومده ذکر کرده، میگه 9 عدد تور 28 در شبکه باتم به طول 6 متر. در واقع تو این محدوده. ببینید این قسمت رو که شما نگاه کنین توجه داشته باشین که در این سکشنی که ما داریم این میلگرد دیده میشه و مشخصاتش رو پایین تر اینجا ما جستجو میکنیم که این توی این حد فاصل رو اومده نشون داده. توی این حد فاصل باید 9 تا میلگرد باشه با تور 28 که در شبکه پایین قرار گرفته. بیایم سکشنش رو بررسی کنیم. بله، همین میلگرد هایی که اینجا به صورت سبز رنگ قرار گرفته اینها میلگرد های تقویتی است. 9 عدد میلگرد 28 که به صورت ادبار هست، یعنی به صورت تقویتی است و نحوه چیدمانش رو هم در اینجا ذکر کرده. همینطور که ببینید شبکه تاپ ما هیچ تقویتی نداره. برمیگردیم به سکشن سی رو همینجا بررسی میکنیم. خب سکشن سی این فونداسیون کم عمق ما هست، این یکی فونداسیون عمیق ما هست. اومده اینو نوشته اما در جهت عمود به نقشه نیست، این یکی در جهت در واقع ارضی هست. در شبکه تاپ ما 18 تا میلگرد 28 قرار میگیره که اینها هستش. در شبکه پایین هم 32 تا میلگرد 28 که اینها هست. ما الان توی پلان بیایم ببینیم سکشن سی. بله، در سکشن سی اومده این 32 تا، توجه بفرمایید، 32 تا میلگرد 28 به این جهت هست که در جهت در واقع توی سکشن ما اینو تونستیم ببینیمش و در شبکه پایین 10 تا میلگرد 28 هست. برگردیم به سکشن سی. همونطور که می‌بینین توی سکشن متاسفانه نزده، این معلومه که از قلم افتاده. در واقع اینجا زده 32 تا اما ما باید 10 تا هم همینطور که این میلگرد ها که به رنگ بنفش هستش ما باید 10 تا هم اونجا داشته باشیم. ملاحظه می‌فرمایید 10 تا میلگرد 28 در شبکه پایین ما باید بتونیم در این سکشن اینو ببینیم. متاسفانه نیستش. اینجا هست که معلوم میشه
چقدر بررسی سکشن و تطابق اون با پلان مهم هستش. با توجه به اینکه توی سکشن نیومده و توی پلان هست، ما میتونیم اینطور استدلال کنیم که توی سکشن جا افتاده نشون دادن این میلگرد ها که اینجا میبینین محدودش هم مشخص شده، 10 تا میلگرد بیشترش در شبکه پایین هست و برای به لحاظ اجرایی اینها وجود دارن، اما توی سکشن متاسفانه دیده نشده. دوباره برگردیم به سکشن C. این میلگردهای تقویتی ما بود که اومدیم صحبتش رو کردیم و در موردش گفتیم. یک سری میلگردهای دیگه ای هم داریم، همونطور که ببینیم به این صورت هست، به رنگ آبی نشون داده شده و ارتفاعهای مختلف. به اینها میگن خرک. این خرک رو میذارن به این علت که وقتی شما این شبکه رویین رو در واقع میخواین ببندین، باید یک چیزی در زیرش باشه که هم وزن این شبکه رو بتونه تحمل کنه، همین که خب به یه چیزی باید بسته باشه که موقع بتون ریزی حرکت نکنه. بنابراین برای ایجاد این فاصله شبکه زیرین از رویی و اینکه شبکه باید یک پایه نگهدارنده، شبکه رویی ما باید پایه نگهدارنده داشته باشه که بتونه در واقع آرماتور بنده بتونن این شبکه رو ببندن روی چیزی. خرک میاد چیز معمولا نقشه های سازه خودشون میان میدن که هر چند متر با چه فواصلی اینها گذاشته بشه و چه میلگردی باشه. اینجا میگه میلگرد 20 هر 1000، یعنی هر 1 متر در واقع میگه بذارین. ممکنه هم که در نقشه ما اینا رو نبینیم، به هر حال اینها چیزهایی هست که باید وجود داشته باشه. تو این یکی فونداسیون چون عمیق‌تر هست و سایز میلگردهای ما بیشتره، همونطور که ببینید میلگرد 28 شده به جای 20 و اینها رو خب البته این خرک رو ما توی چیز نمیبینیم، توی پلان نمیبینیم و فقط توی سکشن قابل رویته. همینطور که الان توی این یکی سکشن میبینین که فقط مختص فونداسیون عمیق ما هست، دوباره همون مشخصات هستش، میلگرد 28 هر 1 متر و توی این یکی فونداسیون کم عمقمون هم اومده اینو دوباره ذکر کرده که میلگرد 20 هستش هر 1 متر ما بعد این خرک رو قرار بدیم. خب تمامی میلگرد هایی که هستش در واقع در نقشه های ما شامل همین ها میشه. ما یک شبکه، من روی نقشه بهتون کامل نشون بدم دوستان، ما یک شبکه زیرین داریم، مشخصات خودشو داره، یه شبکه تاپ داریم، یک سری میلگرد تقویتی داریم و یک سری خرک داریم. اینها تمام میلگرد هایی هستش که ما میتونیم در واقع توی پلان ما ببینیم. خرک رو ما توی سیکشن فقط میتونیم ببینیم و یک چیز دیگه ای هم که هست، میلگردی هست به اسم فیس بار. فیس بار هم در پلان آرماتور بندی دیده نمیشه. همونطور که میبینین ما توی این فونداسیون کم عمقمون این در این قسمت هایی که من با موس دارم اشاره میکنم هیچ میلگردی وجود نداره، اما در این فونداسیون عمیقمون وجود داره. توی فونداسیون هایی که عمیق تر هست در واقع بدنه فونداسیون یک سری آرماتورهایی گذاشته میشه که به صورت تعداد میرسن 3 تا میلگرد 20 هستش که در واقع شامل این و این یکی میشه. اینجا 3 تا، در اینجا حالا چون نقشه ادامه داره اینجا نشون داده نشده، اما توی سکشن بی که بیایم و ببینیم میبینیم که این فیس بارها هستن. اینجا 4 تا میلگرد 20 به صورت فیس بار قرار داده میشن. میگم اینها هم توی پلان دیده نمیشه و توی سکشن همیشه هستش. اینا تمام میلگرد هایی که ما برای ساخت فونداسیون قرار میدیم، اما ممکنه که فونداسیون ما دیوار برشی داشته باشه، دیوار حائل داشته باشه. اگه
فونداسیون ما بتونی باشه ریشه میلگرد ما خواهیم داشت و اگه بتونی باشه و اگه فلزی باشه معذرت میخوام انکر بولت قرار خواهیم داد. ما در ویدیوی بعدی به این موضوع هم میپردازیم. اما خود مبحث فونداسیون تموم شد. ویدیوی بعدی در مورد ریشه ها و آرماتورهایی که در داخل فونداسیون قرار داده میشه برای ادامه ساخت ساختمان.